خوشبختی با باوری و صمیمیت آغاز می‌گردد. اگر دیدی در زندگی کسی قدرت را ندانست، رهایش کن، زیرا روز تا روز نزدش بی‌ارزش می‌شوی. پس هنوز که ارزشت هست، رهایش کن. ترانه بخشیده می‌شود از نام بهمنیار به سابق دوست دخترش. امروز بهمنیار نخست سخن شروع کرد از خیانت نفری که طول 1 سال بخشید و 10 بارها امکانیت داد و قبول کرد، ولی افسوس که هیچگاه قدر این بخشیدن ها را ندانست. من ساکن دهه وارخ، جوانی 20 ساله، نامم بهمنیار. میگونه شروع کرد. یک روز در دهه‌مان یک دختری را دیدم و دیدم برابر دوستش داشتم و طول 2 ماه دنبال او بودم و حسی قلبم را برایش بگویم. یک روز تصادفاً با او روبرو شدم و شماره‌ام را برایش دادم. از بین 1 ماه گذشت. در این مدت یک رقم مخفی ناشناس قریب هر روز برایم زنگ میزد و حرف نمیزد، حتی صدایش را هم نمی برآورد. اما پی می بردم که این همان دختر است. خلاص بعد 1 ماه ما یکدیگر را هر روز می دیدگی شدیم و طریق واتساپ باشد با هم صحبت‌های خود را ادامه دادیم. آهسته آهسته بیشتر دوستش داشتم، آنقدر که حتی 1 روز خود را به شنیدن صدای او تصور کردن نمی توانستم. شبها خوابش می برد، ولی من باشم نفس‌های او را می شماریدم و گوش می دادم. با صدای نفس‌هایش می خوابیدم. من تو این حد دوستش داشتم. بعضن به خودم می گویم شاید دوستداری من زیادی بود که نزدش اینقدر بی‌قدر شدم. از بین 4 ماه گذشت. بعد این 1 بار 2 روز با من تماما در تماس نشد. دلم خواطر شد و نگران شدم. وقتی پیدا شد خاموش بود، چیزی نمی گفت. معلوم که چیزی رو پنهان می کرد، چون صدایش خسته بود و انسان قبلی نبود. دلم 1 بار سیاه شد. وقتی از دیگران پرس و پرس کردم، معلوم شد که در این 2 روز نبودنش با جوانی دیگری فتیحه شده است. خودش را پرسان شدم، تصدیق کرد که راست است. اما این کار به روزگی من شده است. من فقط تو را میخواهم گفته دلم را پر کرد، ولی افسوس که همش دروغ بوده است. از بین باز 1 مدت گذشت. هیچگاه تنهایش نمیگذاشتم در یگان حالت، زیرا یگانه امید آینده هم او بود، بخبر از نقشه های پنهانیش. در این مدت او با شوهر شونده‌اش هم گپ می‌زده است. وقتی این رو فهمیدم سوالش کردم، بی پاسخ. مرا خانواده مجبور کردن، گفته بهانه جست و بخشش پرسید. بازم این سادگی من بود که او را بخشیدم. بعد از 6 ماه صحبت ها ما با یک دعوای از هم 1 مدت جدا شدیم. یک روز نشسته بودم که از 1 شماره ناشناس برام پیامی آمد. من به تو نمیتوانم. تو تمامی هستی منی گفته آن شعله عشقم را در قلبم دوباره فروزان کرد. چون دوستش که می داشتم او را بازم بخشیدم. یک روز با هم واخوردیم. وقتی گوشیش را گرفتم بینم از روز اول با اون جوان حرف می زده است. دلم 1 بار شکست. چون باید این همه بخشیدن ها هنوزم اصلاح نشد. 1 مدت قهر کردیم. خیلی زود دوستش می داشتم. لحظه های بی او بودن برایم سخت بود. با قول گویا او نیز مرا دوست می داشت. بازم بخشش پرسید و امکانیت خواست. همه چیز رو از اول شروع کنیم. فکر کردم این دفعه برایش 1 درس شده است و برای نمیدانم چندم بار او رو بازم بخشیدم. ولی افسوس که گمانم خطا بوده است. هر بار از بخشیدن هایم پشیمانم کرد. هیچگاه اصلاح نشد، چون ترسی از دست دادنم را نداشت. نوبسته با تمام احترام ها و بخشیدن ها و
دوست داشتنهایم ارزنده شدن نتوانست. و یک عمر در خاطرم همچون یک خیانتکار نقش بسته است. 1 سال زندگیم را با دروغ‌های خود برباد داد. در مدت این 1 سال 100 بار بخشیدم و 1000 بار تکرار کرد. همونم یک خیانتش را نماندنی بود، نرفتنی. خلاص گفت به تو نمیتوانم. من هم نمیتوانستم بیا. با خودم زیاد فکر کردم که نزدش اینقدر بیقدر شدم، بیارزش گشتم. دیگر بعد این همه حجت به بخشیدن هم نیست. و براش گفتم این دفعه بار آخرت باشد. قبول کرد و بازم ادامه دادیم صحبت را. بعد از یک مدت بازم خیانت کرد با همان جوان. این دفعه فهمیدم و با تو راهی سفید دیگر دلی برای بخشیدن نمانده است که تو را بخشم گفتم و رهایش کردم. اما خاموش بود، چیزی نمی گفت. و با همین سنه 8 اکتبر همین سال ما از هم برای همیشه جدا شدیم. ولی او با اون جوانی نامزدش هنوزم حرف می زند. شاید خوشبختم باشد. من دلم را با جز او مولی کسی نکردم، با کسی ندادم. اما او توانست که در یک دل 2 نفر را جای دهد. ولی بگذار خوشبختی نصیبش باشد. ولی هیچ کس او را مثل من دوست داشته و هر خطایش را بخشیده نمیتواند. برای این همه قوه و صبر لازم. وای بر دلم که شکستی و نادیده گرفتیش. اما وای بر حالت که مرا با تمام محبتم از دست دادی. روز اونجایی که خیانتم کردی برمیگردی و سالها انتظارم میشوی. اما من دیگر آنجا نمیآیم، زیرا از اون لحظه ها با تمام وجودم نفرت دارم. الوداع عشق بی آخرم. الوداع.